بعضی از علمای عربستان در این قبر چند دوربین کار گذاشتند تا ببینن واقعا چه اتفاقی در قبر خواهد افتاد. اما در نهایت چیزی یافتند که هیچ کس باورش نمیشد و اتفاقی افتاد که جهان را تکان داد. قبل از تماشای این ویدیو لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو رو لایک کنید و نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. قبل از اینکه این داستان مبتنی بر واقعیت رو تعریف کنیم، باید بدونیم که قبر انسان یا باغی از باغ‌های بهشت خواهد بود یا حفره‌ای از حفره‌های جهنم. پس هر انسان بر روی این کره خاکی اندکی زندگی خواهد کرد و بعدش مزه مرگ رو حتما میچشه و در قبر خاک خواهد شد و در اونجا سزای اعمال خودش رو خواهد دید. پس اگر عمل نیکی در دنیا انجام داده باشه پس از اهل بهشت خواهد بود و اگر عمل بد و کردار زشت در دنیا داشت پس از اهل جهنم خواهد بود. راوی این داستان یک مرد از اهل یمن هست. این راوی اهل یمن میگوید که بعضی از دانشمندان آمریکایی به پایتخت یمن یعنی صنعا آمده بودند و من مسئول استقبال و پذیرایی از اینها بودم. این دانشمندان از من خواستند که آنها رو به قبرستان صنعا ببرم و در آنجا در یک قبری دوربین کار بذارن تا ببینن واقعا چه اتفاقاتی در قبر میافتد. این راوی میگوید که من اول نپذیرفتم چون کندن قبر انسان مسلمان حرام است، اما بعد از اصرار زیاد و تعیین کردن مبلغی پیشنهاد اونها رو قبول کردم. ما به قبرستان رفتیم، جنازه‌ای دیدیم که مردم داشتن اونو دفن میکردن، پس در تشییع جنازه اون شرکت کردیم و بعد از تمام شدن مراسم تدفین این میت مردم متفرق شدن. اینجا بود که دانشمندان آمریکایی قبر این میت رو دوباره باز کردن و در درون قبر دوربین کار گذاشتن و دوباره قبر را بستن و سریع از قبرستان بیرون رفتن که کسی متوجه کار اینها نشود. پس این دانشمندان 2 روز پس از اینکه دوربین ها رو در قبر گذاشتن دوباره به قبرستان برگشتن و خواستن دوربین ها رو در بیارن و ببینن واقعا چه اتفاقاتی افتاده است و دوربین ها چه چیزهایی رو ضبط کرده است. پس قبر رو باز کردن و دوربین ها رو کاملا سوخته شده یافتن و یک بوی عجیبی از دوربین ها حس می شد و یک حس خیلی عجیب و ترسناکی در درون خودشون احساس کردن و بدناشون از ترس داشت می لرزید و خیلی سریعا این محل رو ترک کردن و دوربین ها رو همراه خودشون بردن. اما چیز عجیبی که اتفاق افتاد این بود که 2 روز بعد از رسیدن این دانشمندان آمریکایی به آمریکا آنها مسلمان شدن خودشون رو اعلام کردند و یکی از این دانشمندان الان در مسجد نور که در تگزاس واقع شده است مشغول امامت و نماز دادن هست. واقعا چه اتفاقی برای این دانشمندان افتاد و چرا به این سرعت تغییر کردند؟ این سوالی است که تا هنوز جواب آنها رو هیچ کس نمیداند. در روایت اسلامی آمده است که وقتی انسان نیک وفات می کند و روحش از بدنش جدا می شود فرشته های از آسمان به سوی اون می آیند و در دستانشون کفنهایی سفید است. این فرشته ها آنقدر زیبارو هستند که انگار صورتشون از جنس خورشید هست و وقتی که در قبر گذاشته می شود منادی از آسمان ندا می دهد که بنده من در ایمان خود راستین بود، پس تشکی از بهشت برای اون پهن کنید و لباسی از بهشت به اون بپوشانید و دری از بهشت به روی اون بگشایید و قبر اون تا جایی که چشمش کار میکنه گشاد و وسیع شده هست. به اینجاست که یک انسانی با یک چهره زیبا به نزد اون می آید و می گوید بشارت ده، این روزی است که به تو وعده داده شده بود. او می گوید تو کیستی؟ چهره تو خیلی زیبا و نشانه خیر هست. اون می گوید من اعمال نیک تو هستم. اما اگر آن میت فردی شروری بود قبرش تنگ می شود و چکشی از آهن بر اون می زنند. پس خدایا به ما توفیق عمل نیک بده و قبر ما رو باغی از باغهای بهشت قرار ده و ما رو از عذاب قبر نجات بده. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید.